و سوم سوالی که این برادر نمودند، سوال کرده اند، این است که یک برادر نام فرزندش را محمد صالح گذاشته است. وقتی که این برادر پرسیدند که چرا محمد صالح، چرا محمد نگذاشتی، گفته است که محمد طاقه رو گذاشتن جایز نیست. یعنی یک انسان رو محمد، فرزندش رو محمد گذاشتن جایز نیست. آیا همین درست است؟ این سوالی برادر است. البته این چنین سخن وجود ندارد. اصلی سنت این یک نام است. یعنی یک انسان رو به یک نام مانید. در زمان رسول اکرم صلی الله علیه و آله این چنین نبود که یک انسان رو دو نام مانید. مثلا محمد صالح، این دو نام است. صالح یک نام است، محمد یک نام است. محمد ایوب، این هم دو نام است. اما مثلا عبدالرحمن، عبدالرحیم، این دو نام نیست. این بنده الله، بنده رحمان، بنده رحیم گفتن این خودش یک نام است. اما محمد صدیق، محمد علی، این همه اش دو نام است. و این بعضی از علما گفتند این یک بدعت نامگذاری است. در نامگذاری یک بدعت است که در زمان رسول الله صلی الله علیه و آله، در زمان صحابه وجود نداشت، در صدر اسلام وجود نداشت. برای وقتی که میبینیم همه صحابگان رسول اکرم صلی الله علیه و آله یک نام داشتند. و اما نام محمد صلی الله علیه و سلم را تنها گذاشتن جایز نیست. این چنین سخن وجود ندارد. نام پیامبر صلی الله علیه و سلم را فقط محمد گذاشتن جایز نیست. باید به یک نام همراه کنید. این عقیده صوفی ها است. فکر میکنن که این احترام است. این هیچ احترام نیست. این مخالف سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث صحیح بیان نمودند. سمو باسمی ولا تکنو بکنیتی. ببینید این سنت قولی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است. رسول الله میگند ای مردم، ای امتی من، فرزندانتون را به نام من نامگذاری کنید. یعنی نامش را محمد مانید، احمد مانید، به نام من نامگذاری کنید. نام پیامبر محمد بود، معروف بود، شلی که سوره محمد آمده است. اما کان محمد آمده است. این دلالت میکنه که نام پیامبر صلی الله علیه و 100% محمد بود، شلی که در قرآن آمده است. و پیامبر صلی الله علیه و گفتن نام فرزندانتون را به نام من نامگذاری کنید. و نام فرزند من هم محمد است. الله عالیمش کند و نصرت دهنده دینش و بردارنده بیرق توحید گرداند. پس محمد گذاشتن این سنتی، یعنی عمل کردن به سنت است و بهترین نام است. اما رسول الله گفتن به کنیه من کنیه گذاری نکنید. کنیه چیست؟ ابو فلان مثلا. پیامبر صلی الله علیه و آله کنیهشون ابوالقاسم بود، نامشون محمد بود، کنیه اشون ابوالقاسم بود، لقبشون صادق بود. پیامبر صلی الله علیه و آله صادق بودند. یا که این چنین امین بودند، این چنین لقب‌های زیاد داشتند صلی الله علیه و سلم. برای همین ابوالقاسم گذاشتن همچون کنیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله البته این جایز نیست. نام رسول الله صلی الله علیه و سلم را گذاشتن جایز است، کنیهشون را گذاشتن جایز نیست. بارک الله.